پلکایم را به سختی روی هم فشردم و با عصبانیت سعی کردم که بخوابم. دقایق کند و کشدار می‌گذرند. سرم به اندازه چند کیلو سنگین شده است. این بیخوابی‌های شبانه گاهی گریبانم را می‌گیرد و به شدت کاله‌ام می‌کند. پلک‌های متورمم را به زحمت می‌گشایم و به ساعتی که روی میز کنار تخت قرار دارد نگاه می‌کنم. آه از نهادم بلند می‌شود. 2:35 بامداد را نشان می‌دهد و این به آن معناست که تالش نفسگیر من برای خوابیدن بی‌نتیجه مانده است. چاره‌ای نداشتم. بدن خستم را تکانی دادم و از روی میز بسته قرصی را برداشته و یکی از آنها را از جلد خارج می‌کنم و با جرعه‌ای آب به زحمت می‌بلم. دستی به چشم‌های ملتهبم می‌کشم. صدای نفس‌های آرام و منظمی که از کنارم به گوش می‌رسد باعث می‌شود که با بیحالی غلطی بزنم و به موجودی که در کنارم آرمیده است نگاه کنم. دستم را تکیهگاه سر قرار می‌دهم و به صورت معصومش که زیر تابش اشعه‌های چراغ زیباتر به نظر می‌رسد خیره می‌شوم. خدایا، چقدر این موجود پاک و دوست داشتنی برایم عزیز است. صورتم را نزدیکش می‌برم، هرم نفس‌های گرم و پر از آرامشش پوستم را نوازش می‌کند و موی رها شده‌ام را به بازی می‌گیرد. با خود فکر می‌کنم اگر لحظه او را نداشته باشم حتما از غصه خواهم مرد. اخمی که از این پندار در ابروهایم گره خورده خیلی زود با بررسی اجزای صورتش تبدیل به لبخند عاشقانه‌ای می‌شود. چشمهای درشت و کشیده که در حصار انبوه مژه‌های مشکی و در پرتو ابروهای کمانی و خوشحالتش جا خوش کرده است، بینی قلمی و لب‌های فوق‌العاده زیبایش که در قاب صورت کشیده و پوست گندمی تصویری نقاشی شده از قدرت خداوند را به نمایش می‌گذارد. نیمی از موهای پرپشت و مشکیش که همیشه به صورت کامال آراسته از وسط باز می‌شود، به روی پیشانی ریخته و نیمی دیگر لجوجانه روی بالش پخش شده و بهر سویی می‌رود. هرچه بیشتر نگاه می‌کنم، خداوند را به دلیل داشتنش بیشتر شکرگزار می‌شوم. با گذشت 5 ماه هنوز باور این پندار که خداوند او را دوباره به من بخشیده، اشک شوق را به چشمهایم هدیه می‌کند. ناخودآگاه ذهنم به گذشته‌ها پر می‌کشد. به زمانی که هنوز حضور سبزش در زندگی راکد و دلگیرم متولد نشده بود. خاطرات سالهای قبل همچون پرده سینما در مقابل چشمایم جان می‌گیرد و مرا به خلسه‌ای شیرین می‌کشاند. شیدا بلند شو دیگه، لنگ ظهره. آخه دختر تو چقدر